گهی که پیشوا پیشی بزرگان سر فرود آورد، زمان و ساعت و تاریخ و امکان سر فرود آورد. سیاست آب شد، تعلیم یونان سر فرود آورد و خورشید از سری برج بدخشان سر فرود آورد و هر شاگردی معصومی دبستان سر فرود آورد. گمان کردم تمامی تاجیکستان سر فرود آورد. چو می دیدم شکوهی کاروانی احترامی را که روی دیده می بردند آن خاکی گرامی را، درختان خیابان با ادب تعظیم می کردند، تمامی مردم عالی نسب تعظیم می کردند و حتی دشمنان هم زیر لب احسنت می گفتند و یا پیش حقیقت با غضب تعظیم می کردند. سخن گر قدرتی می داشت می گفتم و می گفتم که ما امروز در چشم عدالت برق را دیدیم، که ما امروز استقلال کولی شرق را دیدیم، بزرگی و وفاداری یک فرزند را دیدیم، بزرگان را بزرگان زنده می دارند را دیدیم و می گفتم که این اندیشه با کشتن نمی میرد و می گفتم تبار قهرمانی من نمی میرد و می گفتم که آنها زنده‌اند، امروز می آیند جوان و با وقار و فاتح و پیروز می آیند و دعوتنامه می دادم که امروز انجمن دارند، که آنها صاحب و ملک و وطن دارند. گهی که رهبری دولت رسالت را ادا می کرد و خاک قهرمانان را به چشمش توتیا می کرد، پس از 100 ساله ها اصلی عدالت را بپا می کرد. همه دیدیم فرهنگی بزرگی آریانی چیست و آیین وطنداری و رسمی قهرمانی چیست و معنی حیاتی جاودانی چیست. تو اکنون ملت تاجیک را کوهی سپر گشتی، تمامی زندگان و مردگانش را پدر گشتی. تو هم در مکتب این قهرمانان قهرمان گشتی، تو هم در دفتری تاریخ نامی جاودان گشتی. تو چون معنی نو در واژه تاجیک جا گشتی، تو بر تاریخ پیروز آمدی، تو پیشوا گشتی. با نشانی که از شما دارم از جهان به نشان نخواهم شد. دائما صحت سلامت باشید، سایبان سر ملت تاجیک باشید. ما با شما افتخار میکنیم.